وقتی پارک می‌کنید باید همیشه همه تابلوها را با دقت بخوانید. اگر تابلوی پی وجود داشته باشد، یعنی پارک کردن مجاز است. به عنوان قانون کلی، اگر تابلوی تکمیلی چیز دیگری نشان ندهد، می توانید در روزهای کاری تا حداکثر 24 ساعت رایگان پارک کنید. این قانون معمولاً از دوشنبه تا جمعه اجرا می شود و شامل یکشنبه‌ها و روزهای تعطیل رسمی نمی شود، مگر اینکه چیز دیگری نوشته شده باشد. در تابلوهای تکمیلی، ساعتهای سیاه یا سفید مربوط به روزهای کاری هستند. ساعتهایی که داخل پرانتز نوشته شده‌اند مربوط به شنبه‌ها یا روز قبل از تعطیل رسمی هستند. ساعتهای قرمز مربوط به یکشنبه‌ها و روزهای تعطیل رسمی هستند. اگر استفاده از صفحه پارک لازم باشد، باید زمان ورود را تنظیم کنید و صفحه را به صورت واضح پشت شیشه جلو قرار دهید. زمان باید به نیم ساعت بعدی گرد شود. اگر ساعت 12:12 پارک می کنید، صفحه را روی 12:30 تنظیم کنید. اگر ساعت 12:35 پارک می کنید، صفحه را روی ساعت 13 تنظیم کنید. بعد از آن اجازه ندارید زمان را تغییر دهید، چون می تواند باعث جریمه پارکینگ شود. قوانین روزهای فرد و زوج هم وجود دارد. در روزهای فرد نباید در سمت خانه‌هایی با شماره فرد پارک کنید. در روزهای زوج نباید در سمت خانه‌هایی با شماره زوج پارک کنید. اما این قوانین فقط در جاهایی اجرا می‌شوند که تابلوی مخصوص وجود داشته باشد. مأموران پارکینگ بررسی می‌کنند که قوانین رعایت شوند. اگر اشتباه پارک کنید، ممکن است جریمه پارکینگ بگیرید. به خاطر داشته باشید. شما به عنوان راننده همیشه مسئول رعایت قوانین پارک هستید.